هنگامی که نادرشاه افغانها را از ایران بیرون کرد، اولین کارش این بود که دستور داد همه آخوندهای کشور رو توی پایتخت جمع کنند. وقتی آخوندها اومدن از نمایندهشون پرسید کار شما 300,000 نفر تو این مملکت چیه؟ گندهشون اومد جلو و گفت قربانت کردم، اینها لشکر دعا به دامان خداوند باری تعالی هستند. مثلا وقتی دلاور مردان شما میرن برای جنگ، اینا با دعای پیروزی سلامتی اونا رو تضمین میکنن. نادرشاه فریاد زد مرتیکه احمق، وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان رو فتح کرد، شما 300,000 نفر چه غلطی میکردید؟ اگر به جای دعا جلوش وایساده بودید 8 سال بدبختی نمیکشیدیم. بعد نادرشاه دستور داد که به همه آخوندها گاواهم ببندن و اونا رو به زمینهای کشاورزی ببرن تا زمینها رو شخم بزنن. نظر شما چیه؟ با کار نادرشاه موافقید؟ اگر این پست رو دوست داشتی لایک یادت نره